بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ما و شما در درس ششم در اصل اول هستیم که شکل چهارمی رو بیان میکنه که دادخواهی یا تحاکم به محاکم ضد شریعت الهی. این کسایی که به محکمه های مراجعه میکنن که اون محاکم ضد شریعت الهی هست و به اختیار و اراده خود خوشحال هستن و موافق هستن و به عوض از که حکم شریعت بالای از اونا تطبیق شون، اونا میخواین که بالایشان قانون که انسان ها ساختن، قوانین از اونا بالای از اونا تطبیق شون. هیچی حکم داره از دیدگاه اسلامی و فقهای اسلام و مفتی های اسلام درباره از چی گفته‌اند و آیات قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اقوال سلف صالح در این راستا چی هست؟ فالتحاكم الى شرع الله ليس لطلب العدل فقط. یعنی دادخواهی، علما میگن که دادخواهی کردن یا خصومات یا دعواها را که مطابق شریعت الهی فیصله شوه، تنها به خاطر از این نیست که ما مثلا طلب عدالت بکنیم که به این محکمه میریم که در حق ما عدالت صورت گیرد، و انما هو فی درجه الاولى تعبد لله. به درجه اول میگه امی راضی شدن به حکم الله و فیصله الله و رسولش و قضاوت الله و رسولش. این میگه عبادت الله هست و حق لله وحده، و این حق الله هست. حق الله هست که وقتی ما کدام مشکل داریم، منازعه داریم، اختلاف داریم، جنجال داریم در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل فامیلی، در مسائل خانوادگی، در هر مسئله مالی و پولی و اقتصادی و گپا، پس فیصله ازیر وقتی به الله میسپاریم، حق الله هست. در درجه اولی حق الله هست و این عبادت الله سبحانه و تعالی هست و عقیده هست. فمن احتكم الى غیر شرع الله من سائر الانظمه والقوانین، پس کسایی که مثلا به دادخواهی میرن، به محاکمه طلبی میرن به غیر از شریعت الله، با دیگر نظام ها و قوانین بشری، فقد اتخذ وادعی تلك القوانین، میگه در حقیقت اینا گرفته‌اند وضع کنندگان یا قانونسازان این قانون و الحاکمین بها، و کسایی که مطابق از این قانون حکم و فیصله میکنن، اینا را چی گرفتن؟ اینا را گرفته‌اند فاتخذ شرکاء لله، اینا را شریکان الله گرفتن فی تشریعه. پس اینا را شریک با الله قرار دادن در شریعتش که شما بر ما حکم بکنین و فیصله بکنین و قضاوت بکنین، و قضاوت شما العیاذ بالله عادلانه تر است از قضاوتی که در قرآن و سنت است. قال الله تعالی ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ولم یأذن به الله. آیا اونا شریکایی داره که اونا برشان شرعوا لهم من الدین، دینی را بر از اینا تشریع کردن یا دینی را بر از اینا قانونی ساختند که ما لم یأذن به الله، که به اون دین الله امر نکرده. و در آیت دیگه الله متعال میگه و این اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما از اونا اطاعت بکنین در این قوانینی که ضد شریعت الله هست، شما لمشرکون، شما باز مشرکان هستین. و خب در مورد دادخواهی در محاکم غیر شرعی چندین حکم است که در قرآن و سنت و در اقوال سلف صالح و فتاوای علمای اسلام که این ما شما میخوانیم. حکم اولی است که دادخواهی در محاکم مخالف شریعت الهی اطاعت از طاغوت است. در قرآن عظیم الشان این اطاعت از طاغوت بیان شده است. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 60 میفرماید الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك
علم تر میگه نمیبینی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الی الذین، به کسانی که یزعمون گمان میکنن که انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبل، که اینا به آنچه که بر تو نازل شده و به آنچه که قبل از تو نازل شده به اینا ایمان دارن. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لکن اراده از اینا چی هست که اینا دادخواهی بکنن و طواغیت، یعنی به قوانین طاغوتی، به قوانینی که ضد شریعت است، به اینا محکمه خواهی و دادخواهی بکنن. وقت امیدو، و در حالی که همین مردمی که گمان ایمان میکنن، یعنی ایمان ندارن لکن گمان میکنن ما مسلمان هستیم و به این محاکم خوشحال هستن، در حالی که اینا امر کرده شدن که ان یکفروا بهی، که اینا به این طواغیت و قوانینی که ضد شریعت الله هست به اینا کافر شوند. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، امر شدن که باید اینا چی کنن که به طاغوت کافر شوند. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا مبینا. اینجا شما دیدن که الله متعال میگه که یزعمون، اینا گمان میکنن که اینا ایمان دارن، یعنی پیش الله ایمان از اینا قبول نیست. علامه ابن کثیر رحمه الله در تفسیر آیت شریف میگه که هذا انکار من الله عز وجل على من يدعي الایمان بما انزل الله على رسوله وعلى الانبیاء الاقدمین، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات الى غیر کتاب الله و سنت رسوله. علامه ابن کثیر میگه که این انکار است از الله سبحانه و تعالی بالای کسانی که ادعای ایمان میکنن به چی؟ بما انزل الله، و او ادعای ایمان میکنن به آنچه الله و الله به رسولش فرستادن نازل کرده و به دیگه پیغمبرای سابقه. و هو مع ذلك، باز امی شخصی که ادعای ایمان میکنه و امی شخصی که ادعای ایمان میکنه باز چی میخواه؟ یرید التحاکم، میخواه که دادخواهی شه و محکمه طلبی کنن، خصومات خود، دعواهای خود به محکمه میبرن. فی فصل الخصومات، در دعواها و خصومتها، بغیر کتاب الله و سنت رسول، بغیر کتاب الله و سنت رسول. این حال میگه این انکار است از جانب الله بالای ازی که این عمل منکر انجام میده. همچنان میفرماید فانها ذامه، میگه این ذم هست و بدگویی هست برای کی؟ لمن، برای کسی که عدل عن الکتاب و سنت، از قرآن و سنت روی گشتانده، دور خورده، و تحاکم الی ما سواهما من الباطل، و دادخواهی محکمه طلبی کردن به غیر از قرآن و سنت به دیگه محکمه ها. و هو المراد بالطاغوت ها هنا، اینجا طاغوت امی هست، یعنی کسی که فیصله ضد شریعت الله میکنه و قانون ضد شریعت الله را تطبیق میکنه. علامه ابن جریر طبری رحمه الله میگه و قد ذکر ان هذه الآیه، و قد ذکر میگه ذکر شده که این آیات نازل شده فی رجل من المنافقین. همین آیه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نازل شد، شأن نزولش میگه ای در مورد دو شخص منافق نازل شد فی رجل من المنافقین، در شخصی از منافقا، یعنی در مورد یک منافق نازل شده که دعا رجلا من الیهودی فی خصومت، که امرای یک یهودی که خصومت داشت این یهودی رو دعوت کرد، خصومت کانت بینهما، از این شخص یهودی چیز کرد، گفت که بیا که بریم الی بعض الکهان، پیش بعض کاهن ها، لیحکم بینهم. چرا؟ در وقت از اونا که بود، اینا می رفتن در عصر جاهلیت پیش کاهن ها می رفتن و این کاهن ها مثل قاضی آواره بودن، قاضی آواره بودن. وقتی مردم پیشان می رفتن، کاهن یعنی قاضی، اونا باز فیصله می کردن که در این دعوایتان حق به جانب کی هست. آری این شخص منافق که ادعای ایمان اسلام میکنه، امرای یک یهودی خصومت داره. اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم است و محکمه که مطابق قرآن و سنت از فیصله میکنه. این بر از یهودی میگه که بیا بریم پیش فلانی کاهن، پیش از اونا بریم که لیحکم بینهم،
و رسول الله بین ایدیهم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین اظهرهم در پیش رویشان است. میگه این آیت شریف نازل شد که الم تر الی الذین یزعمون، یا آیت شانش نازل شد که شما نمیبینید کسانی را که انهم الذین یزعمون گمان میکنند که ما ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک دارن، یریدون ان یتحاکم الی الطاغوت. این کاهن چی هست؟ این کاهن یک طاغوت است. چرا هر کسی که قانون ضد شریعت الهی میسازه و یا قانون ضد شریعت الهی را تطبیق میکنه و یا مطابق قانونی که ضد شریعت الهی هست قضاوت و فیصله میکنه، این طاغوت هست و اینا باز پیش از این طاغوت میرن و پیش از او دادخواهی میکنن. علامه رازی در تفسیر آیت میگه که بعضی از مردم تحاکم به طاغوت مینمودند و نمیخواستند که در نزد رسول الله محاکمه شوند. یعنی اینا نمیخواستند که در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم محاکمه شوند، بلکه میخواستند که پیش امو کاهنا برن. در این راستا علامه رازی قول کسی را به نام قاضی نقل میکنه و میگه که و یجب ان یکون التحاکم الى الطاغوت الى هذا الطاغوت کالکفر. میگه لازم است که این دادخواهی به نزد طاغوت مثل کفر باشه و عدم الرضا بحکم محمد علیه الصلاة والسلام کفر. و میگه عدم رضایت به فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم کفر است و یدل علیه وجوه، یعنی به بسیار دلایل زیاد و امور زیل دلالت میکنه. اول الله سبحانه وتعالی میگه که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. میگه اول دلیل کفر از اینا چی هست؟ که این آیت قرآن است که یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. دومش آیت شریف دیگه هست که کفر کسایی را ثابت میکنه که اونا نمیخواین پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم محاکمه شوند و فیصله شود در موردشان. این آیت قرآن است که الله متعال میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. در این آیت قرآن الله سبحانه و تعالی قسم یاد میکنه که فلا و ربک، پس قسم است بس به پروردگار تو، لا یؤمنون، این مردم مؤمن حساب نمیشن حتی تا زمانی که یحکموک فیما شجر بینهم. ای رسول الله صلی الله علیه و تو را حکم، قاضی، قضاوت کننده و فیصله کننده در آنچه از قضایایی که در بین از اینا صورت میگیره و در مسائلی که اینا مشاجره و مخالفت و اختلاف میکنن، تا زمانی که تو را در این راستا قضاوت کننده قرار ندهند اینا مؤمن گفته نمیشن و ایمانشان در صورت قبول میشه که باز وقتی تو فیصله میکنی ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، باز در نفسهای خود از قضاوت تو دلتنگ هم نباشن. شرط دومش است و یسلم تسلیما و 100% به این چی شوم؟ تسلیم شوم. میگه این نص هم نص است در تکفیر کسی که به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی نمیشه. سوم امی عالمی که میگه سوم آیت شریف است که الله متعال میگه که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. فلیحذر، پس در حذر باشن کسانی که مخالفت میکنن از
امر رسول الله صلی الله علیه و سلم، از قضاوت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان تصیبهم فتنه، که برسه بر از اینا یک فتنه، او یصیبهم عذاب علیم، یا برشان یک عذاب بسیار دردناک برسه. پس کسی که مخالفت با اوامر رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر قضیه مطابق وحی الهی فیصله میکرد، پیغمبر معصوم الله هست. اینا کسایی که با این مخالفت میکنن، اینا در حذر و ترس باشن که برای از اینا فتنی برسه یا برشان عذاب دردناک برسه. از این دو چیز در دنیا در فتنه ها مبتلا میشن و در آخرت هم در عذاب علیم. جابر رضی الله عنه میگه که کانت تواقیت التي یتحاکمون الیها، میگه او طاغوت هایی که اینا پیش از اونا دادخواهی میکردن و اونا قضاوت میکردن، این تواقیت فی جهینه واحد، در جهینه یک طاغوت بود که او را کاهن میگفتن، و فی اسلم واحد، در قوم اسلم هم یک طاغوت، و فی کل حی واحد، و در هر قریه یک تن بود که کهانون، کاهنای بود که ینزل علیهم الشیطان، که شیطان برای اینا نازل میشد. شیطان برای اینا خبر میداد، رابطه با شیطان داشتن این کاهنا، و مردم این کاهنا را من حیث قاضی قبول کرده بودن، و این صحابی میگه که اینا تواقیت بودن. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه صحابی دیگر است، این میگه که الجبت بالطاغوت، الجبت و الطاغوت، میگه که میگه جبت و طاغوت چی هست؟ ها هنا کعب بن اشرف و حیی بن اخطب. میگه در آیت شریفی که درباره جبت و طاغوت گفته شده هست، اینجا کی بود؟ یکی کعب بن اشرف و حیی بن اخطب، دو یهودی بودن که در بین یهودیان اینا چی میکردن؟ در مسائلشان قضاوت میکرد، یعنی قاضیای یهود بودن. بر از اینا جبت و طاغوت گفته شده هست. این صحابی میگه. و اکرمه رضی الله عنه میگه، اکرمه رضی الله عنه میگه که الجبت حیی بن اخطب. ببینید صحابه تشریح میده برای ما و شما. میگه در آیت قرآن میگه که از جبت و طاغوت دوری بکنید. جبت کی بود؟ میگه حیی ابن اخطب، قاضی. و طاغوت کی بود؟ طاغوت کعب ابن اشرف بود. هم این دو تا قاضی یهود هستن. دلیلش چی هست؟ میگه آیت قرآن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میگه که کان ابو برزه الاسلمی کاهنا، میگه ابو برزه اسلمی یک کاهن بود، قاضی بود، یقضی بین الیهود، که این قضاوت میکرد در بین یهودیان، فیما یتنافرون الیه، کسایی که پیش از اونا میرفتن باز بینشان چی میکرد؟ و قضاوت میکرد. فتنافر الیه اناس من المسلمین، یک تعداد مسلمان ها هم پیش از ابو برزه اسلمی قاضی یهود رفتن که این قاضی یهود در بینشان فیصله بکنه. فانزل الله، میگه الله مطالع آیت قرآن نازل کرد که علم ترى، آیا نمیبینه ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الی الذین بطرفی، کسایی که یزعمون مؤمن نیستن لکن گمان میکنن که انهم آمنوا بما انزل الیک ما انزل من قبلک، یا گمان میکنن که بر تو و با آنچه که به دیگرها پیغمبرای دیگه که نازل شدن به قرآن و به کتابهای آسمانی ایمان دارن، لکن حالتشان چی است؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، میخواهند به طاغوت فیصله بکنن. ابو برز خواب. و در صالح ابن عبدالعزیز آل شیخ میگه که طاغی و طاغیه کسی است که از حد تجاوز نموده و آنچه را که مخصوص الله هست برای خودش تخصیص داده است. و مجاهد میگه که
الشیطانو، خود طاغوت چی رو میگه؟ میگه الشیطانو فی صورت الانسان. میگه طاغوت شیطان هست در چهره انسان، یتحاکمون الیه، که مردم به محکمه خواهی قضاوت پیش از اونا میرن، و هو صاحب امرهم، صاحب امر از اونا هست. و خب این حکم اولش بود که در مورد کسانی که، حکم دوم در مورد دادخواهی در محاکم مخالف شریعت الهی، در آیات قرآن چی گفته شد؟ نفی ایمان از آنان است که اینا رو گفته که اینا مؤمن نیستن. فلا و ربک لا یؤمنون، ببین نفی ایمان است، لا یؤمنون، اینا ایمان ندارن، یا مؤمن پیش الله گفته نمیشن، یا الله ایمان از اینا را قبول نمیکنه. حتی تا چه وقت ایمانشان الله قبول نمیکنه؟ حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا وقتی که اینا ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ترا در قضایای خود، در مشاجرات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و مالی و قضایی، در کل از اینا ترا حکم و قضاوتگر قرار نتن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. باز شرط دومیشی است که در دل خود هم دلتنگ نباشن. اگر کس در قضاوت هم رفت ولی باز پسان دلتنگ بود که ما ولی فیصله اسلام یا شریعت قبول نداشتم، خب حالا چطور کنیم، مجبور هستم، باز هم ایمانش قبول نمیشه. شرط دوم است که ثم لا یجدوا فی صدورهم حرجا مما قضیت، کفایت میکنه، رفت محکمه هم رفت و حرج هم در قلبش نه. الله متعال شرط سومی هم است که و یسلموا تسلیما، حتی این سه چیز ایش انسان در وجود خود نداشته باشه، هم برای فیصله پیش در محکمه رسول الله صلی الله علیه و سلم میره و هم از فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم دلتنگ نمی باشه و هم به این فیصله 100% تسلیم می باشه. اگر این سه شرط در وجودش نبود، از این نفی ایمان میکنه. علامه ابن جریر چی میگه در تفسیرش؟ میگه که حتی یجعلوک حکما بینهم فی مختلط بینهم من امورهم، تا وقتی که تو را حکم و فیصله کننده و قاضی قرار نتن در آنچه که در مسائل امورشان اختلاط آمده، بهشان مختلط شده، اختلاف شده، از این خاطر باید بیایم به قرآن و سنت رجوع کنیم. و علامه رازی میگه و هذا نص فی تکفیر من لم یرض بحکم الرسول علیه الصلاة والسلام. میگه این نص است در تکفیر کسی که به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی نیست. این نص است که الله تکفیر کرده کسایی را که ادعای ایمان میکنن ولی به فیصله محکمه رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی نمیشن. الله تکفیرش کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم تکفیر میکنه و صحابه تکفیر میکنن کسی که این صفات داشته باشه. امروز بسیاری کسا سر اصطلاح تکفیر استهزا میکنن، درش خند میزنن و این یکی از نواقض ایمان است که کسی سر یک اصطلاح یا سر یک شعیره از شعائر الله استهزا بکنه، در صورتی که یک مسلمان، یک کافره که الله او را تکفیر کرده و رسولش او را تکفیر کرده و صحابه او را تکفیر کردن. در قرآن ثابت است یهود کافر است، نصرانی کافر است، اهل کتابی که به قرآن و سنت ایمان نیارن اینا کافر گفته میشن. امروز اگه برای اونا کافر بگی، باز میگه این تکفیری هست و تکفیری یک اصطلاح است که بالای از او استهزا میکنن. استغفر الله و اتوب الیه. ایناله اگر انسان بگه که من تکفیری، یعنی کسی که غلو میکنه و تشدد میکنه در تکفیر، مثل خوارج که صحابه را تکفیر میکردن، روافض تکفیر های بودن که تا امروز هم عمر رضی الله عنه و صحابه را تکفیر میکنن و مؤمنین عایشه صدیقه. اگر بگه من از اینی یا نیستم، از این کسایی که غلو میکنن در تکفیر، من اینی نیستم،
اما مطلقاً تکفیر یک حکم شریعت است. سر از این اصطلاح استهزا کردن انسان در نواقض ایمان قرار میده که انسان باید بسیار محتاط باشه. کسی عالم میگه که این نص است در تکفیر من لم یرضى به حکم رسول صلی الله علیه و سلم. کسی که به حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی نمیشه، این نص است در تکفیر از او که کافر است. مثل امروز بسیاری کسایی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول ندارن، انکار میکنن، این نص است در تکفیر از اونها هم. حکم سوم، دادخواهی در محاکم مخالف شریعت الهی گمراهی بزرگ است. در قرآن عظیم شان گفته شده که گمراهی بزرگ است. الله سبحانه و تعالی میگه که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. یعنی شایسته نیست برای یک مرد مؤمن ولا مؤمنة و با یک خانم مؤمنه، بر اردوی از اینا جایز نیست که اذا قضى الله ورسوله امرا، در کاری که الله و رسول فیصله کرده باشه، ان یکون لهم الخیرة من امرهم، بر از اینا اختیار باشه. نه به مرد مسلمان و نه به زن مسلمان این اختیار است که وقتی الله و رسولش فیصله کرد دیگه باید بگه که آمنا و سلمنا. دیگه بازی که اختیار نیست که من اینی چیز میگم. مؤمن میگه آمنا و سلمنا. و من یعص الله و رسوله، اگر کسی باز نافرمانی الله و رسولش میکنه، الله متعال میگه فقد ضل ضلالا مبینا. این گمراه هست، گمراه شده گمراهی واضح معلوم دار، گمراه شدن واضح و معلوم دار. حکم چهارم، روگردانیدن از فیصله الهی منافقت است. این منافقت میگن. الله سبحانه و تعالی میگه و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، وقتی که میگه به منافقها گفته شود که بیاین به آنچه که الله و رسولش نازل کرده این در زندگی ما و شما حاکم باشه، قرآن و سنت. میگه رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. میگه منافقین میبینی که چی میکنن؟ میبینی که از تو رو میگردن، رو گردانیدن. یعنی منافقا راضی نیستن که در قضایایشان مطابق قرآن و سنت فیصله شود یا در اختلافات خود به قرآن و سنت رجوع بکنن. بسیاری کسا هست امروز متاسفانه وقتی که برشان گفته شود که بیاین به قرآن بیاین به سنت، میگن نه ما دین خدا از قرآن و سنت نمیگیریم، ما کتاب ها داریم، ما علما داریم، ما بزرگ ها داریم، ما مشایخ داریم، ما پیرها داریم، اینا برای ما فیصله میکنن. و بسیاری وقتا قوانین، ما قوانین قومی داریم، قوانین قبیلوی داریم، ما رواج داریم، ما فلان داریم، مطابق از حکم الله و رسولش رو میگردن. حکم پنجم، روگردانیدن از فیصله الهی به فتوای علمای اسلام کفر است. علمای اسلام میگن، امام ابن کثیر میگه فمن ترک الشرع المحکم المنزل علی محمد ابن عبدالله خاتم الانبیاء، میگه کسی که شریعت محکمی که نازل شده بالای محمد ابن عبدالله خاتم انبیاء صلی الله علیه و سلم فداه نفسی و ابی و امی و تحاکم الى غیره من الشرائع المنسوخه، و این دادخواهی میکنه به شریعت ها و قوانین منسوخی تورات و انجیل. میگه کسی که شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام ترک میکنه بازی که قرآن نازل شد و می به محکمه یهود و نصارا میره که یهود برش فیصله کنه یا نصرانی برش فیصله بکنه مطابق شرایط های منسوخ شده، میگه کفره. میبینین کفره، کاف زرکه فی ظرفه ریزره، کفره، کافر شده است. آل علامه ابن کثیر میگه فکیف بمن تحاکم الی الیاسق. میگه باز پس حالتش چی میشه؟ در زمان علامه ابن کثیر، علامه ابن کثیر فتوا داد، اونجا بعضی مردم ها میرفتن یاسق، ما شما خانیم قانون چنگیز بود،
اونجا دو محکمه ساخته شده بود، یکی محکمه اسلامی بود، شرعی بود، و یکی محکمه مطابق قانون یاسق فیصله میشد. بعضی از مسلمان ها به محکمه شرعی نمی رفتن، میگفتن اونجا اگه بریم سارق هستم، سرقت کردن، دستش قطع میشه، قتل کرده قصاص میشه، زنا کرده بالایش حد جاری میشه. بعضی از کسا می رفتن در کجا خدا مسلمان میگفتن، مسلمان ها هستن، اینا می رفتن به محکمه یاسق، میگفتن بیا اونجا بریم که او بر ما مثلا یک چند روپیه جریمه میده یا یک چند مدت قید میده، با زیلاید میکنه. علامه ابن کثیر میگه که قاعده شرعی هست که اگر کسی به عوض محکمه اسلامی که مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم فیصله میکنه ازی بره به یک محکمه یهودی و نصرانی بره، ای کافر میشه. پس میگه این باره چی میگه که کسی باز پیش یاسق میره که باز او بیخی مطابق قوانین چنگیز خان فیصله میکنه. فکیف بمن تحاکم الى یاسق و قدمه علیه، و باز محکمه فیصله محکمه یاسق بر محکمه رسول الله صلی الله علیه و سلم برتریت داد. دو وقت محکمه یاسق بود، حال محکمه بین مللی هست، محکمه لاهه هست و مثلا ملل متحد است پیش ازی میرن، و محکمه امریکا هست و محکمه فرانسه هست و محکمه جرمنی هست و محکمه روس هست و پیش ازی ها میره. این عالمه که من فعل ذلك، اگر کسی ای کار کرد، کفر به اجماع المسلمین، به اجماع مسلمان ها ای کافر میشه. در بسیاری جای ها میگن ما شریعت نمی کنیم، مطابق قانون قومی خود پیش جرگمار ها میریم که فیصله بکنم. علامه ابن کثیر در تفسیر خود میگه که من فعل ذالک، کسی که کار کرد، کفر به اجماع المسلمین، کافر شد به اجماع مسلمان ها. محمد امین شنقیطی ای هم در تفسیرش میگه که و کل تحاکم الى غیر شرع الله، و تمامی دادخواهی ها به غیر شریعت الله، فهو تحاکم الى الطاغوت، ای دادخواهی به طاغوت است. و صالح آل الشیخ که از مفتی ها هست فتوا میگه فمن تحاکم الى الطاغوت به ارادته، کسی که به محکمه طاغوت به اراده خود به دادخواهی رفت. یکی است که مثلا یک نفر بندی هست، مجبورش میکنن و ورده محکمه میبرن و سرش فیصله میکنن و فلانی میکنن. یک کسی دیگه میگه به اراده خود راضی شد به طاغوت که طاغوت برش فیصله بکنه ضد شریعت الله، فقد انتفع عنه الایمان، و اصلا از ایمان نفی میشه، کما دلت علیه الآیه، مثل که آیت قرآنی به این دلالت میکنه. عبدالرؤوف محمد عثمان میگه که فمن تحاکم الى غیر الوحی، میگه متوجه باشین کسی که دادخواهی به غیر از وحی کرد. ما دو وحی داریم، یکی وحی جلی هست و یکی وحی خفی هست. میگه اگر کسی تحاکم به غیر از وحی کرد، یعنی به وحی جلی که قرآن و به وحی خفی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از مطابق از دوتا دادخواهی نکرد، بلکه به غیر از وحی آمد به قوانین، فقط تحاکم الی الطاغوت، میگه ای تحاکم به طاغوت کردن. و ذلك كحال من يتحاكم الى ادله العقول المبنيه على المنطق اليوناني. میگه این مثل حال کسایی که فیصله میکنن به دلایل عقلی که به اساس منطق یونانی، و هذا هو شأن الفلاسفه و اهل الكلام. میگه این عادت فلاسفه و اهل کلام هست، کلامی ها، متکلمین. اینا در فیصله های خود قرآن سنت با دلایل عقلی خود میرن رد میکنن، قرآن سنت قبول نمیکنن. میگه که
اینی قوانین عقلانی که منطق و فلسفه ارسطو و علم کلام گذاشته است، اینا هم دیگه داخل هستند. اینا حکم به طاغوت کردن. و مثل ذلك من يتحاكم الى الذوق والوجد او مشایخ الطرق. میگه مثل از این کسایی هستن که اینا فیصله میکنن با ذوق. وقتی برشون یک مسئله میشه باز میگه نه خب اینجا شما در این راستا این مسئله ذوق است. ذوق ما میگه که ما موسیقی رو بشنویم، ذوق ما میگه که ما مثلا برقصیم، ذوق ما میگه ما چک چک بزنیم، ذوق ما میگه اختلاط بکنیم، ذوق ما میگه یا وجد. مثلا در وجد آمد پس ملامت نیست. وقتی که در وجد آمد کفر میگه، مثل که مولانا جلال الدین بلخی همون شاعری که چوپان را که میبینه باز میگه که چوپان بر الله سبحانه و تعالی بسیار کلمات زشت استعمال میکنه، باز بعضی استدلال میکنه خو این خدا حالت وجد است دیگه. وقتی که کلمات میگه از حالتی چیست. این علی عالم میگه که کسایی که باز با وجد خود فیصله میکنه و با ذوق خود فیصله میکنه یا پیش مشایخ میره که شما مشایخ طریقه ها شما برای ما در راستا فیصله کنیم که چی میگه. تو بر آیت قرآن میگی، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگی. ایمه آیت قرآن یکی به منطق ردش میکنه، دیگه با فلسفه ردش میکنه، دیگه با اقوال مشایخ ردش میکنه، دیگه با یکی در وجد است ای ردش میکنه، دیگه با خاطر ذوق رد میکنه. کل از اینا در تحاکم به طاغوت داخل میشن. انا لله و انا الیه راجعون. و عبدالحمید اثری میگه و اما من تحاکم الی الطاغوت، میگه کسی که به دادخواهی پیش طاغوت رفت او حکمه فی نفسه یا او را قاضی در نفس خود گردانید او فی غیره یا در مورد یک کس دیگه، ثم ادعا الایمان باز ادعای ایمان کرد، فهذه دعوا کاذبه. دعوای از دروغ است. دعوای ایمان که میکنه لا وزن لها، وزن نیست بر از دعوای عند رب العالمین پیش رب العالمین. لان الله تعالی، بخاطر که میگه الله تعالی جعل طاعته و طاعت رسوله صلی الله علیه و سلم من لوازم الایمان و مقتضیاته. چرا میگه الله سبحانه و تعالی طاعت ازیره و طاعت رسولش از لوازم ایمان و مقتضیات از گردانیده. و دکتر عبدالله عزام رحمه الله میگه و من لم یحکم بما انزل الله، کسی که مطابق ما انزل الله حکم نکرد، او تحاکم الى غیر شریعته یا دادخواهی کرد، قضاوت طلبی کرد به غیر شریعت الهی، فهو کافر لیس فی قلبه ذره من الاسلام. میگه کافر است که در قلب عزیز ذره از اسلام نیست. و این تسمى باسم مسلم، اگرچه میگه نام خدا نام اسلامی بگذاره، و انتسب الى ابوین مسلمین یا نسبت به خدا به مادر و پدر مسلمان، و ادعا لنفس الاسلام و بر خود ادعای چی رو بکنه؟ ادعای اسلام بکنه. پس میگه این کافر هست. این اقوال ازمان. و شیخ ابی زهره از مشایخ ازهر سابقه بوده. این میگه که و ان التحاکم الى غیر کتاب الله تعالی و سنت رسوله، میگه دادخواهی کردن به غیر کتاب الله و سنت رسولش تحاکم الی الطاغوت، ای دادخواهی به طاغوت هست. و ان المنافق هو الذي يرتضي حکم الطاغوت بدل حکم الله تعالی. میگه منافق کسی است که راضی میشه به حکم طاغوت به عوض حکم الله سبحانه و تعالی. و این اقوال تمامی علمایی بود که در این راستا در مورد حکم طاغوت اینا گفته بودن و دادخواهی که انشاءالله تعالی الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنم که ایمان خدا دهی آخر زمان حفظ بکنیم، چون بسیار حالات سخت و خطرناک است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.